با عرض سلام خدمت شما هستیم همراهان عزیز و از همه شما سپاسگزاریم که نوارهای ما را تماشا میکنید. در نوار امروزه ما میخواهیم رازهای ثروتمند شدن از نظر ناپلیون هیل را برایتان پیشکش نماییم. ما باوری داریم که با درس‌های ناپلیون هیل میتوانید آرزوی ثروتمند شدن را در عمل تطبیق کنید. رازهای ثروتمند شدن از نظر ناپلیون هیل به صورت فشرده است. نخست ناپلیون هیل گفته است نگویید من پول بسیار میخواهم، حتما مقدار آن را مشخص کنید. یک دلیل روانشناسی وجود دارد. این دلیل به برنامه مربوط می شود که ضمیر ناخودآگاهتان آن را ارائه کرده است. همچنین مشخص کنید چقدر پول مد نظر شماست. کاری پیچیده ای نیست. عدد را در نظر بگیرید و یادداشت کنید، یعنی بنویسید. نگران نباشید که نمی توانید بفهمید این پول قرار است از کجا تهیه و یا به دست بیاید. فقط آن را بنویسید. پیشنهاد ما این است عدد را بنویسید، شاید 2 تا 10 برابر درآمد سالانه فعلی شما باشد. دلیل این کار ساده است، زیرا شما هدف را روی کاغذ می نویسید که باور داشته باشید برایتان انجام خواهد یافت. ناپلیون گفته است اصلا نمیخوام تفکرتان را محدود کنم، ولی باید بتوانید به توانایی‌هایتان باور داشته باشید. و وقتی دریافتید که این روند درآمد دارد، می توانید دوباره انجامش دهید تا دفعه بعد در پروراندن فکر عالی‌تر مشکلی داشته باشید. دومین نظر ناپلیون هیل این بود که با دقت مشخص کنید به عوض پولی که میخواهید قصد دارید چی بدهید. توجه داشته باشید که ناپلیون هیل میگوید واقعاً باید کار انجام دهید تا پاداش کسب کنید. توجه کنید که او از کلمه انجام دادن استفاده میکند. این کاری است که بتوانید انجام بدهید. شاید لازم باشد برای فهمیدن آن مقداری وقتی گذرد، ولی دوست ما تو در درونت پاسخ این سوال را میدانی. پس خوب فکر کن آیا آن چیز یکی از موردهای زیر است؟ وقت، تخصص، محصولات، خدمت کردن، استعداد، پول و یا سرمایه گذاری و یا چیزی دیگر. خوب مرحله سوم عزیزان دل این بود که ثروتمند شدن از نظر ناپلیون هیل این که تاریخ دقیقی را تعیین کنید که نشان دهد چه وقت این قدر پول را میخواهید. حتی اگر ممکن است آن را بنویسید. دوباره موضوع باورپذیری مطرح می شود. شاید فکر کنید فردا خوب است، ولی آیا باورپذیر است؟ این مهم است، چون بدون باورپذیری نمیتوانید ذهن خود را با میل سوزانی که او از آن صحبت میکند برانگیزید. و یاد داشته باشید قرار است برنامه را آماده و اجرا کنید تا به پاداش دست یابید. پس بهتر است جدول زمان باورپذیری داشته باشید و ما پیشنهاد میکنیم روی یک دوره 6 ماه تا 1 ساله کار کنید. ناپلیون هیل در این مورد گفته است به هیچ وجه سعی نمی کنم تفکر شما را محدود کنم. به یاد داشته باشید وقتی متوجه شدید که این روش برایتان مفید است، می توانید بارها و بارها به انجام آن برگردید. در آینده می توانید هر وقت خواستید برای رسیدن به هر هدف آن را به اجرا درآورید. ولی عامل باورپذیری نباید زیر پا گذاشته شود. در مرحله چهارم برنامه مشخص برای عملی کردن میل خود ایجاد کنید. چی آماده باشید، چی نباشید. فوراً به عملی کردن این برنامه بپردازید. خوب در اینجا با برداشتن 1 قدم 2 قدم پیش می روید. ابتدا برنامه خود را تنظیم کنید، سپس چی آمادگی داشته باشید چی نداشته باشید آن را اجرا کنید. شاید از خود بپرسید چرا ناپلیون هیل میگوید برنامه را بعد از تعیین جدولی
زمانی که میخواهد به آن دست یابد به اجرا درآورد. شاید به این علت که برخی دقیقاً از حالت آن حمایت میکنند. دلیل جالبی دارد. این کار برنامه‌ای که ضمیر ناخودآگاه شما تصور خواهد کرد تأثیر میگذارد. وقتی برنامه را تصور میکنید، ذهن شما در حال ارائه پاسخ خاص به این سوال است: چطور میتوانم یک مقدار پول در زمان کوتاه به دست آورم؟ جوابی که دریافت خواهید کرد تا حد به دو عامل بستگی دارد. یکم این که آماده بزرگ و همچنین باورپذیرانه فکر کنید، یعنی در مسیر عملی کردن نقش خود قرار گرفته اید. سپس ناپلیون هیل بدون هیچ دودیلگی میگوید دست به کار شوید. همچنین میگوید چی آمادگی داشته باشید چی نداشته باشید، دست به کار شوید. این نکته مهمی است که بعد از هر شروع به تنظیم مسیرتان میپردازید. این هیچ مشکلی ندارد، چون شما هدف خود را تغییر نمیدهید، فقط مسیر را تغییر میدهید، چون تصمیمات فعالیت‌های اصلاحی مسیر هستند و فقط در آینده و در آن مکان خاص که هنوز حتی آن را نمی‌شناسید میتوانید این تغییرات را انجام دهید. پس همین حالا شروع کنید. گزارش مختصر و مفید از پولی که می‌خواهید به دست آورید تهیه کنید. همچنین زمان دستیابی به آن را نیز مشخص و تعیین کنید و به عوض آن پول قصد دارید چه چیزی بدهید و برنامه را که از طریق آن می‌خواهید به جمع‌آوری آن پول بپردازید بر روشنی آن توضیح دهید. از زیر کار دور نروید. باید همه اینها را بنویسید. این کار به دلیل نیست. پس فکر نکنید میتوانید همه اینها را در ذهن داشته باشید و به نوشتن نیاز نیست. و یاد داشته باشید هزاران میلیونر قبل از شما دقیقاً این کار را کردند. پس آنچه را که از شما خواسته می شود بنویسید. اگر مرحله های قبلی را به درستی کامل کرده باشید، این مرحله زیاد طول نخواهد کشید. روز پنجم باشد این است که گزارش روشن، مختصر و مفید را از مقدار پولی که می‌خواهید به دست آورید تهیه کنید. تاریخ دقیقی را برای دستیابی به آن مشخص کنید. تعیین کنید به عوض پولی که می‌خواهید قصد دارید چه چیزی بدهید و برنامه‌ای را که به کمک آن می‌خواهید به جمع‌آوری آن مقدار پول بپردازید بر روشنی توضیح دهید. مرحله ششم این بود که گزارش نوشته خود را روز 2 بار با صدای بلند بخوانید. یک بار قبل از خواب و بار دیگر بعد از بیداری. وقتی آن را میخوانید خودتان را صاحب پول ببینید و احساسش کنید و به آن باور داشته باشید. ناپلیون هیل میگوید این مرحله قطعاً ضرور است. جایی را پیدا کنید که بتوانید این گزارش را با شرط‌های زیر بخوانید. روز 2 بار با صدای بلند در صورت امکان، درست قبل از خواب و همچنین بعد از بیداری. توجه داشته باشید او بر موردهای زیر تاکید میکند. آن را ببینید، احساس کنید و به آن باور داشته باشید. خوب، هر یک از این مرحله ها دلیل دارد. او از منظر اصلاحات برنامه‌ریزی عصبی کلامی امروز میگوید 3 سیستم بازنمایی را فرا بخواند، یعنی بینایی، شنوایی و حرکت. این روش هدف را چنان به ضمیر ناخودآگاه جای میدهد که سبب شکل‌گیری برنامه لازم و تصحیح دائمی مسیر می شود و شما را به سمت هدفتان نزدیک خواهد برد. خوب دوستان عزیز، شما روزهای ثروتمند شده را از ناپلیون هیل پی بردید. حالا مرحله 7 را نیز به این مرحله اضافه کنیم. این بدان معنا نیست که مرحله مذکور چیز کم دارند،
بلکه میخواهم ناکامی کسانی را بیان کنیم که با وجود دانستن این راز موفق نمیشوند. ثروتی را که وعده داده شده است به دست آورند. مرحله هفتم، اقدام کنید که همیشه در حال حرکت باشید. اطمینان حاصل کنید که هر روز حداقل یک قدم به سمت هدف خود بردارید. بعضی روزها قدم‌های بزرگی خواهید برداشت و بعضی روزها قدم‌های کوچک. ولی خیالتان باشد که هر روز به سمت آن هدف قدم بردارید. اگر این کار را همواره انجام دهید، شکست نخواهید خورد. ممکن است به مسیری خواسته‌تان زود نرسید، اما حتما به هدفتان خواهید رسید. به انجام این کار سرانجام رازی واقعی را در میابید و سپس اتفاق شگفت انگیزی میافتد. همین که بدانید راز را دریافتید، این روند را از اول شروع میکنید. ولی این بار این تجربه مثبت باعث می شود عامل باورپذیری که قبلا روند آن را با موفقیت طی کردید افزایش یابد. حالا که رازهای ثروتمند شدن از نظر ناپلیون هیل را آگاه شدید، پس آن را عملی کنید. دیگر چیز سد راهتان نخواهد بود. این گفته های ما چکیده از کتاب مشهور ناپلیون هیل بیاندیشید و ثروتمند شوید برایتان پیشکش نمودیم. باور داریم که این پند و اندرزهای ناپلیون هیل برای شما فایده آور خواهند بود. موفق و سریحال باشید.